تصنیف قدیمی آذری در بیات شیراز به روایت غلام حسین بیکچه‌خانی. کوکتار دو سل لا هنگام می بم. دو سیم اول برابر با سی، دو سیم دوم برابر با جی، سیم یک مونده با آخر ای، سیم بم ای. فا سل دیز لا داریم که اگر میخواستیم بیات اصفهان بزنیم فامون سوری میشد، یعنی ربع پرده با هم دیگه اختلاف دارن. به نوعی میشه گفت بیات شیراز از لحاظ فواصل تعدیل شده فواصل بیات اصفهان هست. در این درس پس سل دیز داریم جای همین لا بموله، چه در بالا چه در پایین. روی نوت لا 8 بار دور راب میزنیم به عنوان پایه. انگشت اول میاد رو دو سیم زرد، دو ری می دو بره یک یک حرکت میکنیم جلو. میره می فا میره ره راست چپ راست چپ راست چپ ریز. همین حرکت و همین مضراب بندی هستیم. سی دو ره ره دو ری می ره دو دو. همین کار از لا لا سی دو 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 سی دو ره دو سی سی می. از سل دیز سل لا سی 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 دو سی لا سی لا سل لا. راست چپ راست 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 چپ راست چپ راست چپ راست. همین کار در پایین هم انجام میشه. دو ره می 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 ره می فا می ره ره سی دو ره 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 دو ره می ره دو دو لا سی دو 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 سی دو ره دو سی سی می سل لا سی 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 دو سی لا سی لا سل لا سل لا سی 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 دو سی لا سی لا سل لا. حالا از دو سی لا سل دوم اومده رو لا نشسته لا سل فا می. همین راست چپ هم می تکرار میشه. دو سی لا سل فا می می. این بار میگه دو سی لا سل فا سل لا. دیگه به سمت می نمیریم. سی انگشت اول سی می و دوباره لا سی دو 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 سی دو ره دو سی سی سل لا سی 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 دو سی لا سی لا سل لا لا سی دو 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 سی دو ره دو سی سی سل لا سی 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 دو سی لا سی لا سل لا. و جملات قبلی میتونن تکرار بشن.